سلام، به ویدیوی جدید خوش اومدین. توی این ویدیو قرار انواع قلم رو از لحاظ جنس، شکل و سایزشون بررسی کنیم. نحوه برداشتن مواد با قلم رو یاد بگیریم و غلظت صحیح لیکوید رو بررسی کنیم و در نهایت طریقه شستشو و تمیز کردن قلم رو یاد بگیریم. بعد از پودر و لیکوید که تو ویدیو قبلی حسابی بررسیشون کردیم، یکی از مهمترین ابزارهایی که برای کاشت پودر لازم داریم، قلم مخصوص کاشت پودره. قلم‌ها در جنس مو، شکل و اندازه متفاوت هستند و خیلی مهمه که به عنوان یه ناخنکار بدونین که کدوم قلم مناسب کاشت پودر هستش. از بهترین قلم‌های کاشت پودر قلمی هستش که درون از موی طبیعی سمور استفاده شده. به خاطر اینکه بعد از گذشت زمان پودر کاشت بین موهای مصنوعی قلم‌ها گیر میکنه. وقتی تازه قلم رو میخرین، موهای قلم سفت و خشک شده است. به هیچ عنوان با زور و فشار سعی نکنین بازش کنین که قلمتون از بین میره. خیلی آروم قلمتون رو وارد لیکوید کنید و اجازه بدین که خودش آروم آروم باز بشه. بهترین شکل قلم کاشت پودر قلم سرگرده. چون این قلم میتونه به مقدار کافی لیکوید رو داخل خودش نگه داره. برعکس قلم‌های سرتخت که اینطوری نیستن. قلم‌های سرگرد علاوه بر این که لیکوید رو به خوبی توی خودشون نگه می‌دارن، خیلی بهتر و راحت‌تر هم میشه باهاشون به مواد کاشت فرم داد. در رابطه با سایز قلم من پیشنهاد می‌کنم که سایز 8 یا 10 رو تهیه کنید. هرچی سایز قلمتون کوچیک‌تر باشه، تعداد دفعاتی که مواد برمی‌دارین بیشتره و هرچی قلم بزرگتر باشه میتونین توپک بزرگتری بردارین و تو دفعات کمتری مواد گذاری رو انجام بدین. اما برای شروع قلم‌های سایز بزرگ و مواد گذاری یک مرحله‌ای رو پیشنهاد نمی‌کنم. چرا؟ چون هنوز اونقدر سرعت دستتون بالا نیست که سریع بتونین یه توپک بزرگ رو تا لیکوید خشک نشده فرم بدین و خوب روی صدف ناخن پرسش کنین. و همین که تشخیص غلظت صحیح مواد در ابتدای کار راحت نیست و نیاز به تکرار و تمرین داره. غلظت صحیح مواد یعنی چی؟ مواد کاشت پودری ناخن از ترکیب لیکوید با پودر ساخته میشه. یعنی ما اول قلممون رو وارد لیکوید میکنیم و از ترکیب لیکویدی که قلم به خودش جذب کرده با پودر مواد کاشت درست میشه. غلظت صحیح مواد یعنی مقدار لیکویدی که جذب قلم شده نباید انقدری کم باشه که موادمون خشک و پودری باشه و نه انقدری زیاد باشه که شوره کنه و خیلی رقیق باشه. قلم رو مثل خودکار توی دستتون بگیرین و از انگشت شست و اشاره برای نگه داشتنش استفاده کنید. قلمم رو وارد لیکوید میکنم و با دیواره گوده مقدار اضافی لیکوید رو میگیرم. با زاویه 45 درجه قلم رو وارد لیکوید میکنم و با 3 شماره پودر رو برمیدارم. 1 2 3. دو تا نکته خیلی مهم اینجا وجود داره. اول اینکه قلم رو مستقیم وارد پودر نمی کنم. توپکی که تشکیل میشه نباید نوک قلم باشه. توپکمون باید فقط روی یک سطح قلم باشه. برای همین قلم رو با زاویه 45 درجه وارد پودر میکنم. دومین نکته اینه که قلم رو توی پودر نمیکشم. این درست نیست. رو همون نقطه‌ای که قلم رو وارد میکنم آهسته 3 شماره ضربه میزنم. هر چقدر مقدار لیکوید توی قلم بیشتر باشه و شمارشمون برای برداشتن پودر با مکس بیشتری همراه باشه، توپکی که ایجاد میشه بزرگتره.
برعکس، هر چقدر لیکوید کمتری برداریم، یعنی کامل اضافات لیکوید رو از قلم بگیریم و موقع برداشتن پودر شمارشمون سریعتر باشه، توپک کوچیکتری ایجاد میشه. حتما قبل از اینکه مواد گذاری روی ناخن رو شروع کنین، یه دستمال بردارین و شروع کنین تشکیل توپک مواد با سایزهای مختلف و غلظت صحیحش رو تمرین کنین تا دستتون عادت کنه. برای تمیز کردن قلم میتونین از همین لیکوید و پد بدون پرز استفاده کنین. یا یک سری قلمشوی‌های مخصوص هم هستن که میتونین تهیه کنین. من توصیه میکنم از همین لیکوید استفاده کنین بهتره. چون پاک کنندگی این قلمشوی‌ها خیلی قوی تره و اینکه بعضی هاشون ممکنه داخلشون استون داشته باشه و استون قلمتون رو خراب میکنه و عمرش رو کوتاه میکنه. اگه دوست دارین از قلمشوی استفاده کنین، حتما موقع خرید مواد داخلش رو با دقت بررسی کنین که استون نداشته باشه. بعد از اینکه یه مدتی از قلمتون استفاده می‌کنین، ممکنه احساس کنین که پودر لابلای موهای قلمتون باقی مونده. از این روشی که بهتون میگم برای تمیز کردن قلم استفاده کنین. اول توی ظرفی که خیلی گود نباشه و کم عمق باشه لیکوید بریزین. و قلمتون رو بذارین داخل ظرف که خیس بخوره. مدت زمانش هم بستگی به اوضاع قلمتون داره که چقدر پودر روی موهای قلم باقی مونده. میتونه 2 ساعت باشه یا اینکه میتونه یک شب کامل قلمتون رو بذارین توی ظرف تا خیس بخوره. بعد از اینکه قلم خیس خورد، اون رو به آرومی با آب گرم بشورین. بعد قلمتون رو به صورت افقی روی حوله بذارین و اجازه بدین که کاملا خودش خشک بشه. بعد از اینکه خشک شد، دوباره یه مدتی بذارین توی لیکوید تا خیس بخوره و بعد دوباره بذارین روی حوله و اجازه بدین که خشک بشه. با این روش قلمتون مثل روز اولش میشه و دوباره میتونین به خوبی ازش استفاده کنین. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشین. یادتون نره اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین و اگه سوال داشتین حتما توی قسمت کامنت ها ازم بپرسین. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانالمون رو سابسکرایب کنین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.